به نام خدا و با سلام و عرض ارادت خدمت فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه به اتفاق سایر همکاران خوب و عزیزمون در قسمت‌های فنی و تولید سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز رشت، دیداری رو که همکنون شاهد پخش اون خواهید بود، دیداری است بین تیم استقلال رشت از تیم‌های خوب و مطرح فوتبال استان گیلان و تیم ملی بی شوروی. بازیکنان تیم استقلال رشت رو که با لباسای سرمه‌ای رنگ ملاحظه می‌فرمایید، امید هرندی با شماره 0 دروازه‌بان این تیم هست، رضا خباز قوی پنجه با شماره 3، علی خباز قوی پنجه با شماره 6، حسین آشوری با شماره 16، اسماعیل زاهد ویشکایی با شماره 4، اسفندیار فیاضی با شماره 17، احمد پاکنژاد با شماره 14، سید علی افتخاری با شماره 8 یار ملی پوش و شاخص این تیم، مهدی تنهایی با شماره 9، محمد رضای قلی‌پور با شماره 20 و بهزاد دادک‌زاده با شماره 7 هستند که آقای مجید جهانپور سرمربی این تیم ترجیح داده که به عنوان ارنج اصلی وارد بازی بکنه. قوی پنجه برای دادک‌زاده، خود دادک‌زاده میگذره از دو بازیکن، یک شوت خوب به تو دستای خود افتخاری، میگذره از چند بازیکن، یک توپ دوم که اوکراسیدز زود جمع، یک توپ خوب و اینجا در آستانه ورود به دروازه این آشوری بود که توپ رادچینکو رو به اوت فرستاد. افتخاری از همونجا میزنه که از بالای دروازه به اوت جلو میاد. پیشکاف بلند، اشتباه دفاع و یک لحظه میرفت که کار دست بچه تیم استقلال برای پیشکاف. پاکنژاد از همونجا شوت میکنه، زیبا میزنه پاکنژاد. قاسیموف یک توپ خوب زمینی رو میفرسته، به موقع دخالت میکنه طباطبایی با قوی پنجه، ضربه سر یار شماره 20 قلی‌پور دروازه تیم شوروی رو در این لحظه باز میکنه. در دقیقه 76 استقلال به گل برتری دست پیدا میکنه. به زیبایی کار کردن بچهای استقلال، پشت سر گذاشتیم. بیش از 5 دقیقه بیشتر به پایان این دیدار فرصت نداریم که شوت عالی یار شماره 7 دیف رو، این طباطبایی بود که با یک دایو به موقع از درون دروازه بیرون کشیدن بچهای تیم استقلال و اینجا خطای پنالتی به نفع تیم استقلال داریم که مسلماً آقای قاسم‌پور منظور کرده. افتخاری میزنه و اینجا گل دوم استقلال دقیقاً در دقیقه 90 درون دروازه تیم شوروی جای میگیره. میبینیم تصویر تماشاگرانی رو که خوشحال هستن از گل دوم امیر افتخاری و اینجا پایان دیدار با نتیجه 2-0 به نفع استقلال با سود آقای قاسم‌پور اعلام میشه. من هم به اتفاق همکارانم تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سربلند و موفق و پیروز باشید.